سلام بچه ها. جاشم جور است، بخیر هستین. باتری موتور الکتریکال داشتیم نشان میدیم. یک است فولی الکتریک کار است. این باتریش است، باتریش خیلی کلان است، خیلی زیاد. بازی موتور که وقتی تکر مونه دیگه چالان نمیشه، بخش قطع میشه دیگه چالان نمیشه. باز باید ما کس باتریش ریپیر منیم، پس موتور بسته منیم چالان میشه. باز یک اینفورمیشن میخواستم داشتیم بیدیم باشه. از موتور دیگه است خیلی خطرناک هم است، بخاطر که اگر زیر باتری خیلی کم فاصله داره. think about 10 سانتیمتر است که مثلا از پایین باتری که مثلا یک کدام سنگ منگ که بزنین باتری دمیج کنه، باز دیگه خود از این موتور بم جور میشه. یک رقم بالا کنه که در بگیره که دیگه والا هیچ گل شوه. این باتریش است، برای این نفر جور میکنیم، پس بسته میکنیم موتور چالان شده، موتور چالان نمیشه. باز این که است، این طرف اینی موتورش است، الکتریک موتورشه. باز این باتریشه، پیش روی هم که است این ویده و این ویده و کولن هیتر و بعد بلایش کمپرسر و چیزایش است. باز این موتور که است یک خوبی داره که مثلا باتری مثلا داخل خود که است هم کولر داره، مثلا کولینگ مونه او داخل باتری، تمام باتری او داخلش رفته. باتری رو کست مثلا در زمستان اگه خیلی هوا یخ باشه باتری رو گرم مونه. اگه مثلا اگه در اینجا مثلا هوا تابستان هرچی هوا گرم شوه، باز باتری رو کست یخ مونه، خود کولن باتری رو یخ مونه. خیلی خوب سیستم است. ولی وقتی که درایو منین موتور برقی را مواظب باشین که تای شده کدام چیزی نزنین، اگر دیگه بله بم سوار هستین دیگه موتور فکر در بگیره، دیگه گل نمیشه. هیچ کس گل کردن نمیتونه تا فول نساخته.